فرات ایزا توجه آمد محترم قشونهای گردیدان دوشنبه با مناسبت 80 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی برای پرد حربی صف وارسته وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان گنرال لeytenant توبیرزاده. سلام روید کنید. شما را به مناسبت 80 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی تبریک میگویم. عزیز رفیقان گنرال ها و افسران و سربازان، ما امروز 80 سالگی غلبه در جنگ دوم جهان را با افتخار و پاسداری از خاطره نیکی فرزندان تاجیکستان با کارنمایی و قهرمانی های آنها در مبارزه با فاشیسم هیتلری تجلیل می‌نماییم. به مناسبت این سنه مهم تاریخی، اشتیاقچان جنگ بزرگ وطنی، سابقه داران مهنت، شخصانی که در آن دوره وسیع در عقیبه زحمت کشیدند و کل مردم تاجیکستان را صمیمانه تبریک می‌گویم. مسلم است که جنگ دوم جهان در تاریخ نوین بشریت از لحاظ مقیاس و فاجعه انسانی جنگ دهشتناکترین به شمار می‌رود. بیش از 70 کشور جهان به گرداب جنگ کشیده شده، در آن زیاده از 55 میلیون نفر آدمان قربان گردیدند. 10,000 شهرهای خرد و بزرگ و ایران و بلنگار و به خاک یکسان شدند. طبق ارزیابی متخصصان و کارشناسان، خراجات حربی و ضرر عمومی این جنگ و حساب امروزه 4.5 تریلیون دلار را تشکیل می‌دهد. نسل‌های امروز و آینده باید همیشه در خاطر داشته باشند که محض دوستی و برادری و همیاری و دستگیری ملت‌های گوناگون ثابت پیاده شده عامل اساسی شکست استعمارگران
و پیشگیری از دامن پهن کردن وبای فاشیسم در عصر 21. سهم ملت تاجیک را در این غلبه بزرگ و تأمین صلح و امنیت جهانی تجسم می‌کند. ما نام نیک و خدمت آنهایی را که از جنگ برنگشتند هرگز فراموش نمی‌کنیم و احترام آنهایی را که به پیروزی به وطن برگشتند همیشه به جای می‌آوریم. برای جسارت و قهرمانی در جنگ دوم جهان 58,000 نفر افسران و سربازان تاجیک و آرگنون مدال‌ها و 55 نفر برای مردانگی و شجاعت و عنوان بلند قهرمان اتحاد شوروی مشرف گردانیده شد. بیش از 45,000 نفر ساکنان تاجیکستان و کارخانه‌های صنعتی منطقه‌های دیگری اتحاد شوروی فرستاده شده. قسمی زیادشان از آن جایها به جنگ سفربر گردیدند. زیاده از 100,000 نفر اساساً زنان و کودکان از منطقه‌های گوناگون جنگ زده و تاجیکستان کوچانیده شدند و جمهوری ما برای آنها خانه دویم گردید. مردم ما آنها را بیگانه نشماریدند. برایشان منزل زیست، خوراک و سرلباس مهیا کردند و اکثر آنها را به کمال رسانیدند. قابل ذکر است که در عقیدگاه نیز اهالی تاجیکستان در تأمین غلبه سهمی بی‌سابقه داشت. همه ذخیره‌های انسانی و مادی و تکنیکی جمهوری ما برای تأمین نمودن نیازهای میدان محاربه سفربر گردیده بودند. در آن روزهای سنگین کودکان و زنان و کلانسالان عذاب و مشقت گرسنگی و دیگر مشکلات زمان جنگ را تحمل کردند و شبانه روزی زحمت کشیده حصه ارزنده خود را برای رسیدن به روز غلبه گذاشتند. باور دارم که مردم صلح‌پرور تاجیک با شکرگزاری از استقلال و آزادی، صاحب وطنی و صاحب دولتی و ثبات کامل کشور ما نیمبد نیست برای حفظ و گرامی داشتی این نعمت‌های بزرگ و به خاطر نسل‌های آینده خلقمان سعی و تلاشی بیشتر بکنند. بار دیگر اشتراکیان و سابقه‌داران جنگ دویم جهان، مردم شریف تاجیکستان و شما حامیان صادق وطن را و افتخار 80 سالگی غلبه تاریخی تبریک میگویم. و همه شما هموطنان عزیز سلامتی و خوشبختی، روزگار آباد و برای تاجیکستان عزیزمان وحدت جاودانه ملی و صلح و ثبات پایدار آرزو می‌نمایم. جشن غلبه مبارک همکاران عزیز. از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان،
مجلس ملی جنگ بزرگی وطنی سالهای 1941 1945 دیپلماتی مقیم شهر دوشنبه حربی 201 فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان شان و شرف به جنگاوران، قهرمانان به آنهایی که در مبارزه بهر حفظ وطن و آزادی و استقلالیت آن جانبازی ها کردند. پاراد نشون و مارشی تاکتنالی موافق روکو روشتا یکم نمارو دیگرو برو کن سرما صفا یک سوپن توجه برو و قدم مارش Тесла. Полный шаг, Марчок, полный шаг, Тесла. Раз, два. Шут! Раз, два. Марчок, полный.
Помощь, гвардия. Тесак. Помощь. Тесак. Гвардия, помощь, бегом. Помощь, бегом. Помощь, бегом. Давай, полковник, по команде бегом. Через шаг!